بعضیا معتقدن پس از رد صلاحیت نامزدهای محبوبشون حالا دیگه دلیلی برای رأی دادن وجود نداره. برخی دیگه هم میگن تا فرصت انتخابات وجود داره باید از اون استفاده کرد. به نظرم نقطه ضعف من تو به هر حال خبرشه که خبر رو به صورت خیلی سافت میپردازه بهش که میتونه از یه جهت خوب باشه، از این جهت که اگه میخواد تارگت آدینسش همون تارگت آدینسی باشه که از اول تعریف کرده، اینترتینمنت باشه، این برای اون تارگت آدینس احتمالاً معنا میده این نوع خبر. ما به عنوان کسانی که جلوی دوربین قرار میگیریم داریم به آدم‌هایی که نشستن پای تلویزیون چیزایی یاد میدیم و به نسل آینده داریم چیزایی یاد میدیم. اینکه صدا و سیمای ایران برنامه‌های مزخرف میسازه با موضوعات مزخرف مشکل اوناست، اما به نظر من ماها دیگه نباید این کارو تکرار بکنیم. مدل اتاق خبر شما برای این درگیر کردن مخاطب در انتخاباتی که مثل انتخابات مجلس اینقدر استانی و لوکاله محلیه شاید جواب بده اگه هوشمندانه ازش استفاده بشه. من وظیفه خودم به عنوان روزنامه نگار و به عنوان از اصحاب رسانه به قول بعضی‌ها انتظارم اینه که هدفشون رو مبارزه بذارن، چون نکته مهم این انتخابات این پراکندگیشه که کارو سخت میکنه و فکر میکنم استایل اتاق خبر شما الان این قابلیت رو داره که اون مردمی که میگم سیاست رو و خبر رو اونطور دنبال نمی‌کنن ولی میرن رأی میدن در انتخابات مجلس رو بیارید درگیر کنید. در بی بی سی همه ما بی بی سی هستیم، همه ما بی‌طرف هستیم، همه ما سعی می‌کنیم استقلال بی بی سی رو رعایت بکنیم، عدالت رو رعایت بکنیم. اعتبار بی بی سی به بی‌طرف بودنشه. اگه ما وارد جریانات سیاسی بشیم، از حکومت دفاع بکنیم، از اپوزیسیون دفاع بکنیم، اعتبار ما بهش خدشه وارد میشه. من وظیفه خودم به عنوان روزنامه نگار و به عنوان از اصحاب رسانه به قول بعضی‌ها انتظارم اینه که هدفشون رو مبارزه بذارن.